سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت سلامت باشین. ما سارا هستم. امروز در خدمت شما دوستای عزیز میخوایم که یک ویدیو تقدیم کنیم که بسیار زیاد سوال میشه در موردش و این ویدیوی سوم است که من در این مورد تهیه میکنم. البته این در مورد پلته هستم، اما به نظر من، نظر به که من تجربه دارم، نظر به تجربه من، در پلته آدم به بسیار شکل خوبش میتونه که یاد بگیره که چطور اون پلته را به ریتم بخونه. یعنی یاد گرفتن ریتم در پلته به نظر من بسیار آسان است. پلته چی است؟ ما میفهمیم دوستای عزیز که در موسیقی 7 نوت مکمل است، نوت‌های طبیعی است که باز اونا بعضیشان نصف شدن که ما رو حساب نمیکنیم. از اون 7 نوتی که ما داریم در موسیقی، اینمی 7 نوت قسم در پالوی یک دیگه قرار میتن که در اون نظم باشه، به حساب ریاضی نظم، مثلا 1 2 3 4 5 6 اینمی یک نظم باشه. اینمی بخوانن این به نام پلته یاد میشه. و حالا ما میریم پلته رو شروع میکنیم و خوبی پلته، تمرین پلته مفیدیتش دیگه است که ما پلته رو از روی کاغذ نخوانیم. پلته باید از حفظ شود. باز میم سر تمرکز فکری. چرا حفظ شود؟ بخاطر از اینکه ما نوت ها را از حفظ خود بفهمیم که در کجا هستند. ما یک ویدیو در مورد تمرین نوت ها داشتم، میره در بالا میگذارم، شما حتما چک کنین دوستای عزیز اگه ندیدین. ما توسط پلته باید از خود ما از طریق از اینکه چی قسم نوت در کجا است چطور پیداش کنیم، از اون خاطر ما از روی کاغذ نمیخوانیم. و دیگه ای که اگر ما بر روی کاغذ بخوانیم، نه تنها که ما نوت ها را دیگه حفظ نمیکنیم، بدی دیگهش این است که ما تمام توجه ما طرف از کاغذ میره، چیزی که ما در اون نوشته کردیم، و توجه نمیمونه که ما بر ریتم داشته باشیم. از اون خاطر ما باید از چشم خود پات کنیم و تمرین کنیم. یعنی تمام تمرکز فکری ما سر زینمی نوت باشه که نوت در کجاست و ریتم. کاغذ و ای که ببینیم و کدامش اول است و کدامش دوم است، این چیزا نباشه، که این بار بسیار کمک میکنه که ما زودتر به مقصد خود برسیم. دوستای عزیز، پلته از شکل بسیار آسان شروع میشه، باز آهسته مشکل تر شده میره، که ما نظر به تجربه باز میبینیم که ما چقدر پلته های مشکل میتونیم که بخوانیم و تمرین کنیم. میریم اول دوستای عزیز، ما از آسان ترین شروع میکنیم. و همیشه دوستای عزیز برای که هر اسکیلی که ما تمرین میکنیم، چی تمرین نوت باشه، چی ریتم باشه، ما حتما یک اسکیل تمرین میکنیم. و این اسکیل ما باید همیشه اول تمرین کنیم که او را به مغز خود نوتایش ثبت کنیم. مثلا ما بازم امی نوتای راگ بهروی، چون مضمون ما همون فصلی که ما تمرین میکنیم سرش راگ بهروی است، ما نوتهای راگ بهروی رو تمرین میکنیم. اسکیل فریژین اسکیل ما تمرین میکنیم. سا ری کا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما کا ری سا. خب حالا من باز مترونوم شروع میکنم و امرای مترونوم امو اسکیل ما سی است که سی را ما انتخاب میکنیم. به حساب مترونوم تمپو را در سی میمانیم، یا سه، همینجا که ما سی را سه انتخاب کردیم. و مثلا یک گده را انتخاب میکنیم که دمی اپلیکیشن دوستم به نام گده تبله مست نوشته شده، یعنی ثبت شده، امیر انتخاب میکنیم و تمرین میکنیم. خب دوستای عزیز، ما گفتیم که در پلته باید که نظم باید باشه. نظم بسیار مهم است که نوت‌ها را چه رقم به ترتیب نظم بدیم،
بالوی یک دیگه قرار بدین که ما او رو باز درست بتونیم که پلته تمرین کنیم. مثلا وقتی که میگیم ساریگا ریگا ما، اگر نظم مثلا اگر ما به عوض امی ساریگا سارا مثلا 1 بگوییم، ری را 2 بگوییم، گا را ما تو 3 بگوییم و ما را 4 بگوییم، اما تو تا 7 ما را نمره بتیم، یعنی به عوض ساریگا ما بگوییم که 1 2 3 4 5 6 7 یه طور، یا بگوییم ساریگا ما پا دا نی. یعنی اگر ما نمره برش بتیم، مثلا یک پلته که میگیم که ساری سگا ساری گاما، اگر به حساب امی عددهای ریاضی بگوییم ایده یاد کنیم، میگیم ساری سگا 1 2 1 3 1 2 3 4. باز بگوییم که ریگا ریما 2 3 2 4 ریگا ما پا 2 3 4 5. اینی رقم نظم باشه در پلته که ما ایده بتونیم تمرین کنیم. در غیر از او اگر نظم نباشه ما نمیتونیم پلته جور کردن، نمیتونیم ازش. یعنی حالا ما میریم شروع میکنیم و امرای ریتم ایده تمرین میکنیم. دوستای عزیز، هر اسکیلی را که ما تمرین میکنیم همیشه باید اسکیل یک دفعه ثبت کنیم. حالا ما یک دفعه ثبت میکنیم پیش خود. امین نوتای راگ بهروی بود، ایره دیدیم. ریتم ما یک دفعه باز سمش پیدا میکنیم. ایره نزدیک میریم و میبینیم سم از این پیدا میکنیم. انگشت ما که به طرف پایین میریم میبینیم سم است. سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما کا ری سا. اسکیل حالا به مغز ما 6. حالا ما شروع میکنیم در پلته. سا ری گا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا نی دا پا دا پا ما گا ری گا ری سا. 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7 6 5 6 5 4 3 4 3 2 3 2 سا ری گا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا نی دا پا دا پا ما گا ری گا ری سا سا ری گا ما پا دا نی سا. خب دوستای عزیز، حالا ما میریم پلته کمی مشکل تر تمرین میکنیم. چی رقم است که ساری سگا ساری گا ما 1 2 1 3 1 2 3 4 ریگا ریما ریگا ما پا 2 3 2 4 2 3 4 5. این همی رقمی ما تمرین میکنیم.
ریتم باید نزدیک گوش ما باشه. سری سگا ساری کاما ریگاری ما ریگاما پا گاما گپا گاما پادا ما پا مدا ما پادانی پادا پنی پادانی سا سانی صدا سانی دا پا نی دا نی پا نی دا پا ما دا پا دا ما دا پا ما دا پا ما پا دا پا ما دا ری ما گا ما ری ما گا ری سا ساری سا گا ساری گا ما ری گا ری ما ری گا ما پا گا ما گا پا گا ما پا دا ما پا ما دا ما پا دا نی پا دا پا نی پا دا نی سا سا نی سا دا سا نی دا پا نی دا نی پا نی دا پا ما دا پا دا ما دا پا ما دا پا ما پا دا پا ما دا ری ما گا ما ری ما گا ری سا. حالا ما تمپوی از این 50 بود، تمپویش ریتم زیادتر میکنیم. مثلا من تمپوی زیر 75 میکنم. ساری سگا ساری گاما ری گا ری ما ری گاما پا گاما گا پا گاما پا دا ما پا ما دا ما پا دا نی پا دا پا نی پا دا نی سا سا نی سا دا سا نی دا پا نی دا نی پا نی دا پا ما دا پا دا ما دا پا ما گا ساری سگا ساری گاما ری گا ری ما ری گاما پا گاما گا پا گاما پا دا ما پا ما دا ما پا دا نی پا دا پا نی پا دا نی سا سا نی سا دا سا نی دا پا نی دا نی پا. حالا تمپوش دوم زیاد میکنیم، مثلا 100 میکنیم. ساری سگا ساری گاما ری گا ری ما ری گاما پا گاما گا پا گاما پا دا ما پا ما دا ما پا دا نی پا دا پا نی پا دا نی سا سا نی سا دا سا نی دا پا نی دا نی پا نی دا پا ما دا پا دا ما دا پا ما گا پا ما پا گا پا ما گا ری ما گا ما ری ما گا ری سا ساری سگا ساری گاما ری گا ری ما ری گاما پا گاما گا پا گاما پا دا ما پا ما دا ما پا دا نی پا دا پا نی پا دا نی سا سا نی سا دا سا نی دا پا نی دا نی پا نی دا پا ما دا پا دا ما دا پا ما گا پا ما پا گا پا ما گا ری ما گا ما ری ما گا ری سا
خب دوستای عزیز، ما این تمرین آخر که کردیم این به حساب بدون از پلان ما بود، ولی برای از اینکه بر شما زیاد نشه در ویدیوهای آینده که تمرین امی گلون است که امی تان زدن میگن، گلون زدن یا تان زدن، که ما تمرین میکنیم و به شکل پلته که ما تمرین کردیم. اینمی پلته را که شما اگر بتونین که هفته 2 دفعه 3 دفعه اگر بتونین هر روز که بیخی خوب است، اگر نتونین هفته 2 دفعه 3 دفعه تمرین کنین و به اینمی شکل اگر تمرین بکنین، ما خو از این شکل که تمرین کردیم بسیار برام فایده کرده و ما یاد گرفتیم زیاد. شما هم چنان میتونین که از این نوع استفاده ای که ما کردیم شما هم استفاده کنین، ان شاء الله که شما را همچنان کمک میکنه. دوستای عزیز، این بود ویدیوی امروز ما. بسیار تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودین. کامنت هایتون لطفا فراموش نکنین. دوستای عزیز، ما از شما بسیار خواهش میکنیم که همین ویدیوها را در فیسبوک های خود شیر کنین، برای دیگران هم شیر کنین دوستای عزیز، و تا که بتونی کانال هم رشد کنه و زیاد دوستای من بتونن از استفاده کنن. تا برنامه دیگه، شما دوستای بسیار نازنینه، به خدا میسپارم. بای بای.